با سلام و وقت بخیر خدمت دوستان. در ادامه اون مباحث مسیر الهی و صراط المستقیم که چندی پیش گذاشتم تو کانال، یک قسمت هایی از اون قسمت دوم صدا ضبط نشده بود. بابت این موضوع معذرت میخوام. در رابطه با مسیر الهی صحبت میکردیم. به سوره حمد گفتم خدمتتون که یه جایی خونده بودم، مطلب جدیدی تو ذهنم اومد، یعنی مطلب جدید خوندم از سوره حمد که خیلی برام تازگی داشت و زیبا بود. اینکه تو سوره حمد خداوند از زبان ما داره صحبت میکنه. گفتم تو اون فایل برگردید اون فایل قسمت دوم ببینید تا متوجه منظورم بشید. در رابطه با سپاسگزاری صحبت میکردیم که ابتدای سوره حمد عنوان کرده خداوند که اینو بگید به من: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. تا اینجاشو داشته باشیم. زبان سپاسگزاریه، یعنی اینکه قدر نعمت هایی که خداوند میگه به شما دادم و بدونید و بابتش از من سپاسگزاری بکنید. چرا؟ چون لئن شکرتم لازیدنکم. داشتیم صحبت میکردیم که خداوند فرموده اگر سپاسگزار باشید قطعا شما رو زیاد میکنم. حالا بعضیا میگن منظورش اینه که نعمت های شما رو زیاد میکنم، در حالی که نعمت خداوند که همیشه موجود هست، همیشه زیاد هست، مثل یک باران در طول زندگی، در طول سال داره میباره. میگه شما رو زیاد میکنم، یعنی ظرف وجودی تو رو زیاد میکنم تا بتونی اون نعمت ها رو دریافت بکنی. بیشتر منظورش اینه که به نظر میرسه. حالا خب تفاصیل زیاد در زمین نوشته شده و گفته شده، ولی درسترش به نظر من اینه که تو رو بزرگ میکنم. ازیدنکم یعنی قطعا تو رو بزرگت میکنم، اینقدر بزرگت میکنم که بتونی اون نعمت ها رو دریافت کنی. نعمت که موجوده، نعمت که هست، این نیست که نعمت خدا متوقف شده باشه و چون تو داری سپاسگزار. بله متوقف میشه زمانی که تو ظرفت کوچک باشه. وقتی ظرفت کوچک باشه، گنجایش نداشته باشی، اون نعمت وارد زندگی تو نمیشه. این چیز خیلی خیلی طبیعی و عادیه. قانون خداوند اینه. وقتی من سپاسگزارتر باشم، من بزرگتر میشم، ظرفیت وجودی دریافت من بزرگتر میشه، اون نعمت ها پشت در نمیمونه، وارد زندگی من میشه. این قشنگتره به نظرم. بنابراین اینجا جا داره که ما سپاسگزاریمون رو بیشتر بکنیم تا ظرف وجودی ما بزرگتر بشه، در نتیجه نعمت های زیادی رو دریافت بکنیم. مالک یوم الدینی، بعد اونجا گفته رب العالمینی، یعنی رب پروردگار و رهبری این همه جهان و بوده توه. کل ذخایر و غنایم این جهان در دست توه، تو درون مدیریت میکنی، ما از تو میخوایم. در ادامه آیات میگه، بعدا توضیح خواهیم داد. حالا اینجا در رابطه با سپاسگزاری گفته، متوجه هستیم؟ میگن سپاسگزاری بالاترین فرکانس به خداونده. یعنی اگر من بتونم این زبان خداوند رو یاد بگیرم، قطعا نعمت هایی که خداوند به من داده حفظ میشه. نه تنها حفظ میشه، بلکه نعمت هایم هم با توجه به ظرف وجودیم افزوده میشه به زندگی من. بنابراین راه اول، گام اول برای احساس خوبمون حفظ بکنیم اینه که قدر نعمت هامون بدونیم. شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. کفر اینجا یعنی کفران نعمت، پوشاندن نعمت، یعنی اینجا نعمت ها رو نادیده بگیریم. این که حالا میگین چی داره میگه؟ ماشینی که بیشتر ندارم. خب خیلی هستن همین ماشین ها رو هم ندارن. حالا یه موبایلی که بیشتر ندارم، خیلی هستن همین یه موبایل هم ندارن. حالا همه سالمن؟ نه، همه سالم نیستن. خیلی هستن که در همین لحظه دارن قلبشون عمل میکنن، همین لحظه دارن پاشون رو قطع میکنن. بنابراین تویی که الان نشستی و در این فایل گوش میدی و منی که نشستم در یک جنگل بسیار زیبا دارم با شما حرف میزنم دلی، باید قدر نعمت سلامتی رو بدونیم دیگه. باید سپاسگزارتر باشیم. نه تنها سپاسگزار باشیم، بلکه سپاسگزارتر باشیم. این نفس کاره برای ارتباط بیشتر با خداوند. تا فایل‌های بعدی، بدرود.